روز 15 مای سال 2024 به جان وزیر اسلواکیا روبرت فیتسو که از پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین پشتیبانی میکرد سویقست مسلحانه صورت گرفت. شاعر 71 ساله شهر لیویتسه در غرب این کشور یورای چنتولا که طرفدار حزب مخالف اسلواکیای پیشرفت بود به طرف فیتسو 5 تیر خالی کرد. سویقست به جان فیتسو در شهر هانلووا در 190 کیلومتری شمال و شرق براتیسلاوا پایتخت اسلواکیا صورت گرفت. فیتسو بعد انجام جلسه سیار حکومت به پیش مردمی که در نزد کوخ فرنگ هانلووا جمع شده بودند برآمد تا با آنها صحبت کند، ولی در همین لحظه صدای تیر بلند شد و الکی بعد تیر یکم سروزیر به زمین افتاد. در ویدیو اجرای حادثه دیده می شود که چگونه محافظانش فیتسو تیر خورده را به ماشین بار می کنند و پلیس نفر گمانبر در انجام سویقست را دستگیر می کند. ژورنالیستان معاین کردند که جنتولا مؤلف 3 کتاب شعر و عضو اتفاق نویسندگان اسلواکیا است. پسر یوری جنتولا به نشریه‌های اسلواکی گفت که از قصد نقشه پدرش خبر نداشت و نمیدونست که پدرش درباره چی میاندیشید، چه نقشه کشیده بود و این همه چرا و چگونه رخ داد. او افزود که پدرش سلاح قانونی داشت. وزیر کارهای داخلی اسلواکیا ماتوس سوتی استوک خبر داد که معلومات اولیه به انگیزه های سیاسی سویقست تاکید میکند. در اینترنت شهر خود یورای چنتولا را نیز که میگوید فیتسو را برای آن پروند که به سیاست حکومت روزی نیست. فیتسو از سر سینه و شکمش چند تیر خورد و او را با چرخبال به بیمارستان شهر بانساکا بیستریتسه انتقال دادند. رسانه‌های اسلواکی خبر دادند که فیتسو را جراحی کردند و جراحی خوب گذشت و حالت فیتسو معتدل شده است. معاون سروزیر اسلواکیا توماش تریبا در برنامه مستقیم BBC گفت چاره‌های اندیشیده طبیبان کار داد و به حیات فیتسو دیگر خطری وجود ندارد. رهبران جهان از جمله پرزیدنت آمریکا و روسیه و اوکراین، رهبران اتحاد اروپا و کشورهای عضو آن و دبیر کل سازمان ملل سویقست به جان سروزیر اسلواکیا را محکوم کردند. روبرت فیتسو 59 ساله رهبر حزب خودش ساخته پاپولیست چپگرا به نام سمت حرکت به دموکرات اجتماعی بوده در تیر ماه سال 2023 با شعارهای ضد امریکا و به طرفداری از پوتین انتخابات را برید و سروزیر شد. در جریان کارسازی انتخاباتیش فیتسو وعده داده بود که دیگر به اوکراین یک تیر نمیدهد. حکومت قبلی اسلواکیا از متحدان نزدیکترین اوکراین بود و به پول به اوکراین اسلحه میداد و 10,000 اوکراینی را در قلمروش پناه داده بود. بعد رسیدن به قدرت فیتسو به وعده‌اش عمل کرد و کمک‌های غربی به اوکراین را قطع کرد و گفت از این به بعد اسلواکیا به اوکراین تنها یاری‌های بشری میرساند. فیتسو بر این است که تامین اوکراین با سلاح باعث ادامه خونریزی می شود و اوکراین باید به خاطر صلح ولایت‌های اشغال شده را به روسیه بدهد.